رقابت است. با لباس های سفید خواهد برآمد. اونه که روی تصویر میبینیم از سمت چپ. داور از جمهوری دومینیکن، داور درجه المپی اوراردو گارسیا این رقابت رو داوری خواهد. اورلاندو کروز. تیمور رحیموف در برابر علیشیر یوسوپوف ورزشگر ازبکستانی قرار میگیرد. علیشیر یوسوپوف ورزشگری که 22 سال دارد، یعنی از لحاظ سن هیچ تفاوتی نیست. اجرا کننده اصول با سمت چپ. ورزشگرانی که از همدیگر اگرچه شناخته نداشته باشند در رقابت‌های سطح جهانی، ولی همدیگر رو میدونن، سبک و اسلوب همدیگر رو میدونن. ببینیم در لحظه اول با سبب گرفتن نادرست از سوی اورلاندو کروز کارد اول زرد جزا با تیمور رحیموف داده می شود و این هیچ جای شک و تردید نیست. رقابت ادامه دارد. تیمور رحیموف برای رسیدن به مرحله بعدی یک حریف دیگر دارد. همین از صد همین علیشیر اگر گذرد میتواند، پرتاب بالای شانه نمیتواند تا تیمور رحیموف رو. و اینجا اصول شیم وضع را استفاده میکند تیمور رحیموف. در صورت محکم فشار آوردن به بالای حریف میتواند. اینجا انسداد یا به تعبیر دیگر همون راهی بند کردن همون شریان های خونرسان به مغز میتواند باعث شود بعضا حالت ها که ورزشگران نفسگیر شوند و به همین ترتیب تسلیم شوند. تیمور رحیموف در حال مبارزه برای قپیدن موافق از گریبان و پس گریبان حریف به سمت چپ اختیار و ضد حمله ببینید از سوی علیشیر بود، ولی علیشیر نتوانست در برابر این حریف قوی خود اجرای پرتاب سراپا کند. تیمور رحیموف هم در عین اجرا و باز هم با سبب همان طرز گرفتن با تیمور رحیموف اورلاندو کروز کارد زرد میدهد. این دومین شیدو هست و این احساس خطر است برای تیمور رحیموف. فقط اجرای اصول تیمور رحیموف رو میتواند به مرحله بعدی رقابت ها برد. بار دیگر حریف را ببینید، اما اینجا در حالی که خود تیمور رحیموف نیز اجرای فعال میکرد از بالای حریف و سمت دیگر پرتاب شد. این هیچ جای نگرانی نیست، فقط بندهای فاخی را باید اجرا کند تیمور رحیموف تا در برابر این حریفش تواند موفق شود. دو بار پیاپی در این لحظه پایانی علیشیر یوسوپوف اجرای اصول کرد. تیمور رحیموف در حال دفاع بود. اکنون موقع قپیدن و راه گریز میجوید علیشیر و اکنون برای قپیدن حریف شانس خوب دارد تیمور رحیموف اگر تواند. ولی ببینید چی شانسی را از دست داد تیمور رحیموف در بخش استحکام وضع حداقل، ولی هنوز میتواند. نتوانست بالاخره در استحکام وضع. این حال بود که واقعا علیشیر اگرچه با مشکلی بود ولی رها شد. بسیار یک امکان خوب را از دست داد تیمور رحیموف و در ادامه رقابت ببینیم در اجرای فنون سراپا آیا کار کرده میتواند. ثانیه های پایانی است. با دو شیدو رو به تنزل است تیمور رحیموف و بار دیگر اجرای اصول از سوی علیشیر یوسوپوف ورزشگر ازبکستانی. محمد عبدالرحمانوف نیز در و اکنون با ورزشگر ازبکستان کارد زرد میدهند. تیمور رحیموف برای قپیدن همون شکل قپیدن که دو بار
корди зард гирифта буд ва зидди ҳамла мекунад ва боз фалшатак аз сӯи варзишгари ӯзбекистон дар бахши шиме ваза Темур Раҳимов маҳкам меқапад ва ҳамон шараёнҳои хунрасон ба мағзро фишор овард. ҳамин тартиб таслим шуд ҳариф ва Темур Раҳимов ба марҳилаи ба даст овардани нишони биринҷӣ дар гранд-слами Анталия наздик шуд. муборак шавад, пирӯзие ки воқеан мо шумо низ интизораш будем ва акнун мо низ як нафаси озод мебарорем, чун дар баробари Темур Раҳимов мо низ нигарон будем. ҳамин тартиб дӯстон